با سلام خدمت دوستان عزیز، با آموزش مدیریت گروه‌های کالا در خدمت شما هستیم. اگر بخواید یک مدیریت کاملی روی گروه‌های کالا داشته باشید، میایید روی منوی داده‌های پایه، دسته‌بندی گروه‌های کالا. در اینجا لیست گروه‌هایی که تاکنون ایجاد شده است شما میتونید ببینید. اگر بخواید گروه جدید ایجاد بکنید، میایید روی آیکون به اضافه کلیک میکنید. از کلید F7 هم میتونید استفاده بکنید. گروه های کالا 3 تا شاخه دارن که در حال حاضر ما با سرشاخه کار داریم. نام گروه مورد نظر رو تایپ میکنید، سپس دکمه ذخیره F3 رو کلیک میکنید. گروه مورد نظر به لیست اضافه میشه. اگر بخواید گروه دیگری ایجاد بکنید، دوباره عنوانش رو تایپ میکنید، کلید ذخیره و بستن رو کلیک میکنید. لیست گروه هایی که ایجاد کردید الان کامل شده. اگر بخواید گروهی رو ویرایش بکنید، اون گروه رو انتخاب میکنید و روی دکمه مداد کلیک میکنید. از کلید F6 هم میتونید استفاده کنید. تغییراتتون رو اعمال میکنید. ذخیره و بستن. اگر بخواید گروهی رو حذف بکنید، گروه رو انتخاب میکنید و روی دکمه سطل آشغال کلیک میکنید. در مثال میپرسید که آیا میخواید این گروه رو حذف کنید؟ میگیم بله و گروه شما حذف خواهد شد.